گفته بودم دیگه منو شرمنده نکنی، چون کم کم دارم مجبور میشم به مامانت بگم. مامانم چرا؟ مگه من شما بچه ایم؟ شماره 19. بله. برو تو. خودمو نمیدونم ولی مطمئنم تو بچه ای. همون پیامو کافیه دیگه. کادو گرفتم واسه چیه؟ پستایی هم که تو اینستاگرام براتون میفرستم که نمیبینید که. چرا؟ ولی خیلی زیاد میفرستی. قول میدم از این به بعد همه رو ببین. ببین تو جواب ندید چه فایده؟ جوابم میدم. باشه؟ مسیبی. برو بالا بیام سرمتو بزن. الان ناراحتیت برای چیه؟ منو ببین. چرا این کارا رو میکنی؟ آخه من 10 بار بهتون گفتم شماره‌تون رو بهم بدید. آخه تو شماره منو میخوای چیکار؟ خب من که شماره‌تون رو دارم ولی خب دیگه پس مشکل